چطوری ما در فیسبوک ویدیو آپلود کنیم که بدون کدام مشکل و بدونیم که ویدیو از ما درست آپلود میشه یا نه و روش یا طریقه صحیح از این چی هسته که داخل از این ویدیو امروز قرار 0% آپلود کردن ویدیو در فیسبوک را برای شما آموزش بدم. سلام، اشکان هستم و شما بیننده یک از ویدیوهای جدید اسکیل کیفی هستم. خب دوستای امروز قرار است 0% آپلود کردن ویدیو در داخل فیسبوک پیج را در شما آموزش بدم که چه رقم شما میتونید از این کار کسته استفاده کنید و ویدیوی خود را به نحوه درست شی یا مستعی شی که معمولا همه فیسبوکر را یا مثلا کسایی که داخل فیسبوک فعالیت انجام میده او چی هسته که بیشتر از دوستا گاهی اوقات از این مشکل برخوردن که نمیتونن تممیل آپلود کنن یا مثلا نمیتونن اورد پلی لیست خو اد کنن یا نمیتونن کلا در تایتل نوشته کنن یا کلا از این مشکلات ها هست. خب امروز قراره در شما 0% یعنی که همون کاری که ما خودم انجام میدیم معمولا او را در شما آموزش بدیم و شما مکسر طبق امزو انجام بدیم که در هیچ مشکلی بر نخورید. قبل از اینکه ما بریم داخل گوگل کروم شما نیاز دارین که در اینجا اکانت فیسبوک رو اینجا باز کرده باشین. داخل گوگل کروم وقتی شما شبین اکانت فیسبوک رو که باز کنین یا گوشه بالا کسی یک علامت 3 نقطه هست روی ازو وقتی بزنین بخش دسکتاپ مود باید فعال کنین، یعنی مثل کامپیوتر میشه، گوشیش مثل کامپیوتر عمل میکنه. خب اینجا هم کالا شدین، حالا چیکار مونین دوستا؟ دزی بالا کسی باید سرچ کنین بیزنس متا سوت یا بیزنس سوت که این چیزی که شما میتونید از اینجا از داخل از این کسی شما باید ویدیو آپلود کنید مستقیما از داخل خود پروفایل مثلا بخواین آپلود کنید یا می پیجی که شما دارین از اون شاید نشه، بازم شما راهنمایین باید برن از بیزنس سوت آپلود کنید. خب ما وارد بیزنس سوت هم که شدیم، حالا اینجا من در بخش چیز از جایی که ما آپلود مونم امو روش شما انجام بدین که در هیچ مشکلی نخورین، مثلا تمرینش آپلود نمیشه نمیدونم فلان 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 این مشکلات رو نداشته باشین. بخش کانتنت امو رقمی که دارین میبینین روی بخش کانتنت وقتی بزنین برایش یک محتوایی که شما آپلود کنین یا ویدیوهایی که شما آپلود کردین اینا میاد. در گوشه بالا اگه توخنین کرییت پست هست یکی کرییت ریل هست. شما روی کرییت اگر ریل میخواین آپلود کنین روی ریل بزنین، اگر نمیخواین ویدیو آپلود کنین خب روی پست میزنین کرییت پست. وقتی روی کرییت پست که ما زدیم شما صفحه دیگه برایشون باز میشه که در اینجا شما چیکار میکنین؟ من ویدیویی که شما میخواین آپلود کنین گزینه هست نوشته ویدیو سلکت یور ویدیو، مثلا همونجا علامت ویدیو هم هست شما میتونید روی ازو کلیک کردن و ویدیویی که شما میخواین آپلود کنین او را انتخاب کنین. خب من این ویدیویی که میخوایم آپلود کنیم به داخل صفحه خود یا همین داخل پیج خود، پیج صفحه دوستا یکه، پیج کسه در انگلیسیشه، صفحه کسه در فارسیشه، این را اشتباه نکنید. خب وقتی شما اینجا که انتخاب کردین ویدیو رو هم که زدین آپلود شد، حالا ما مونیم یک سری ستاپ‌های دیگر هم انجام میدیم. معمولا اگر ویدیوش در زبان فارسی هست یا دری هست شما باید لنگویج یا همین زبان شرکت عربی انتخاب کنید تا برای مونتاژیشن در مشکل نخورین. چون اگه فارسی ما بزنیم معمولا کسا شاید ویدیوهای از ما با کسایی پیشنهاد داده شود که مثلا مثل افغانستان ایران، ولی اونجا ما درآمدی نخواهد داشتیم یا مثلا درآمدی چیزی از فیسبوک ما نداریم، چون داخل ایران و افغانستان فیسبوک درآمدزاییش قطع هست. زبان عربی رو هم که انتخاب کردین پایین اگه بیاین استپ بعدی میشه تایتل یا عنوان ویدیو. خب اینجا هم که شما حالا میتونید عنوان ویدیو نشین حالا در مورد هر چی هست ما از خود نوشته کردم. بعد اینجا یک گزینه دیگه هست دیسکریپشن یا توضیحات ویدیو. حالا شما اینجا میتونید اون تایتل رو پست کنین و یک خورده در مورد ویدیو کمی توضیح بدین که داخلش چی در مورد چی هست، یا اصلا اگر نخواستین میتونید اینجا یک سری هشتگ‌ها رو مثلا استفاده کنید، مثلا در مورد فیسبوک حالا هر چی که ویدیوش مثلا معمولا از ما در مورد فیسبوک باشه ما هشتگ‌های امور استفاده مون مثلا کسب درآمد از فیسبوک و نمیدونم اینا ما اینجا اضافه. حالا بیاین پایین استپ بعدی که هست تمبنیل هست یا همین کاور ویدیوش. اینجا دوستا برای از ما اگه ببینید اینجا گزینه آپلود ایمیج هست. شما اگه احیانا این مشکل برایشون هست چون گاهی اوقات هست دوستا پیج فیسبوک شما قنیقه اینستاگرام شما وقتی کانکت باشه این دوتا شما نمیتونید تامل انتخاب کنید. پس موقعی که آپلود میکنید حتما سعی کنید این گزینه اول که دیدین ما یعنی یک گزینه رو انتخاب کنید فقط داخل فیسبوک باشه داخل اینستاگرام آپلود نشه. خب چون میخوایم تامل اینجا داشته باشیم خب ما اون گزینه رو انتخاب کنید اول. شما هم کسی اون گزینه رو باید انتخاب کنید که فقط داخل فیسبوک آپلود شه و داخل اینستاگرامش نشه. او رو وقتی انتخاب کنید گزینه تمبنیل برایش میاد که داخل فیسبوک وقتی خواین آپلود کنید. وقتی تمبنیل خودم که انتخاب کردین حالا در این پایین دوباره یک سری چیزای دیگه هست که دزیناش رو دستکاری نکنید اصلا.
یعنی اوستایی به جای نکن دیگه. این رقمی که هسته خالی بلن. خب ما تا همین جای کار داشتیم، حالا صبر مونیم که ویدیو از ما کامل آپلود شود، ما بریم گزینه بعدی. خب حالا که ویدیو از ما آپلود شد کامل، حالا گزینه نکست نکست که بزنیم. اینجا دوستان آهنگ از اینجا انتخاب نکنیم. داخل فیسبوک ما برشون پیشنهاد می‌کنم به هیچ عنوان بک‌گراند میوزیک استفاده نکنین، چون بیشتر اوقات بک‌گراند میوزیکا هست کپی رایت میخوره. چون من خود دیدم هست. حالا بعضی از دوستا شاید بپرسه که مثلا عبداللطیف فلان استفاده من یا فلانی استفاده من. حالا یک چیزی هست دوستا، یک کاری رمونه قرار نیست شما اون کار انجام بدین، یا یک کاری که مثلا یکی انجام میده. حالا ما اگر روش صحیحش رو در شما گم، خب مثلا که به خاطر اینکه از کپی رایت در امان باشین، حالا شما میتونین کپی میوزیک استفاده کنین، ولی اگر درآمدشیم شریک ساخته شوه با یکی دیگه شما نمیخواین. ما به خاطر از نمیخوایم درآمد از ما قدر هیچ کسی شریک ساخته شوه، یا مثلا به خاطر میوزیک است حالا یک چند درصد اونا میگیره. خب این ما دوست ندارم. من به خاطر همون کس فقط صدای از خود من بک‌گراند میوزیک اصلا استفاده نمون داخل فیسبوک یزی. حالا بعدم روی گزینه نکست میزنیم. حالا اینجا که بیاین دوستا اصل گپ اینجا، اگه بک‌گراند میوزیک استفاده کنین گاهی اوقات اینجا شاید درشون نشان نده مثلا که آره کپی رایت گرفته یا نه، یا کپی رایت میگیره یا نه، ولی بیشتر اوقات شاید یعنی بگم 50-50 هست دوستا، چون گاهی اوقات نشان میده گاهی اوقات نشان نمیده. من بعضی اوقات چک کردم بک‌گراند ما استفاده کردم در اینجا نشان نده، وقتی که آپلود شوه بعد از چند ساعت دوباره کس او چیز میشه برای از من اینجا میگه آره رونیو شما قنیقه فلانی شرکت شیر شده به خاطر از اینکه شما این قسم میوزیک از زیر استفاده کردین. تو من اونجا مجبورم شو یا ویدیو رو تگ داون کنم یا مثلا درآمد قبول کنم، بگم اوکی من قنیقه از درآمد شریک میسازم، به خاطر همین من بک‌گراند میوزیک اصلا استفاده نمیکنم. خب اینجا حالا این کپی رایت فقط برای بک‌گراند میوزیک نیست، برای ازی است که محتوا یا ویدیویی که شما درست کردین داخل از هر چیزی که مثلا استفاده شده اونا چک میشه که آره. خب معمولا چون من داخل ویدیو هستم، تصویر من هسته و صدام از خود من هسته، این مشکل ندارم. ولی شما اگه مثلا کپی پیست مونی یا مثلا ویدیوهای دیگر رویش ریاکشن مورین چیز مونی، صبر کنین که 100% این تکمیل شه بعد از اینکه ویدیو خود پابلش کنین یا مثلا شیر کنین. حالا گزینه پایین که دوباره در پلی لیست ما اد مونم، کپشن 100% آف کن دوستا. در بخش درآمدزایی که کپشن کنه این گزینه هست داخل داشبورد. اگه امی بیزنس سوت هم برین گاهی اوقات میبینین که سی هست زرده، او از کپشن هست که کپشن در اونجا روشنه، به خاطر از او کس او سی میاد. او دودن سی که بیای او از مال کپشن هست، او مال در بخش درآمدزاییش کار نداره. ولی تا جایی که میتونین اصلا کپشن رو روشن نکن، چون روی درآمدزاییش گاهی اوقات تاثیر میذاره. خب این که از شد، حالا ما را شیدول مونم یا برنامه‌ریزی برای فردا یا پس فردا یا مثلا هفته دیگه، این تاریخش من انتخاب کردم، اونجا ساعتش مشخص کردم. حالا من این میزنم روی شیدول. اینجا شد کار از ما تمام. ویدیو از ما کسته به طور صحیح و دقیق آپلود میشه. در سر همون ساعتی که ما میخوایم سر همون ساعتم پابلش میشه یا در دسترس عموم قرار میگیره. یعنی بود 0 تا 100 از اینکه چه رقم شما میتونید از فیسبوک کسته ویدیوی خود بگیرین داخل گوگل کروم آپلود کنین که صحیح و درستش هسته و بیشتره. یعنی اگه ما بگم که همه فیسبوکرها یا همه کسایی داخل فیسبوک کانتنت آپلود مونه یا محتوا تولید مونه، همه این روش استفاده مونه، دروغ نگفتم. و از این طریق کس بیشتر اوقات کس شما میتونین چک کنین کاره کپی رایت گرفتین یا نگرفتین یا مثلا محتوای خود بررسی کنین. امیدوارم که ویدیو برایش مفید واقع شده باشه. اگه ویدیو خوشم اومد حتما ویدیو رو لایک کن، کانال سابسکرایب بده، علامت زنگوله رو روی آل بزنین تا از جدیدترین ویدیو از ما با خبر شین. تا ویدیو دیگه خدایا رو نگهدار.